مولانا میگه مغازه‌دار یه توتی داشت که این به زبان آدما صحبت میکرد، سر مشتری ها رو گرم میکرد. یک بار از مغازه میره بیرون، یه گربه میاد تو مغازه دنبال موش میده و این قفس توتی تکون میخوره، میزنه به یه شیشه روغن رو میشکنه، روغن میریزه. مغازه‌دار میاد فکر میکنه که آره این بازیگوشی کرده و روغنا میزنه تو سر این توتی تا تمام این کرک و کاکولیش میریزه. سر توتی تاس میشه، توتی دیگه صحبت نکرد. هرچه دعا ثنا ایور اوور زیارت نذر فلان هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را، تا بلکه دوباره شروع کنه صحبت کردن و این هیچ حرف نمیزد. تا یه بار یه درویش تاسی سرش تاس بود اومد از جلو مغازه رد شد، جولقی پا برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. سر این درویش عین پشت کاسه همینطور این تا نگاش میکنه بهش میگه ای کل از چه با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ فکر میکنه هر کی سرش تاسه روغن ریخته. مولانا میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. آن یکی شیریست اندر بادیه قابلمه دیگ، وان دیگر شیریست اندر بادیه جنگل. آن یکی شیریست که آدم میخورد، وان دیگر شیریست که آدم میخورد. میگه جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. مولانا معتقد علت انحراف بشر تمایل بشر به باطل نیست، حق رو با بدلش اشتباه گرفته. هیچ وقت به ما یاد ندادن که اگر کسی میخنده لزوماً بیغم نیست. اگه کسی درس نخونده لزوماً خلوخنگ نیست. اگه کسی سیگار میکشه لزوماً افیونی نیست، موادی نیست. به ما یاد ندادن اگر کسی آرایش تند میکنه لزوماً بدکاره نیست. اگه کسی بنز سوار میشه لزوماً دزد نیست. اگه کسی سکوت میکنه حتما لال نیست. اگه کسی به دست میده حتما رفیقت نیست. اگه کسی میبوست حتما عاشقت نیست. اگه کسی گریه میکنه حتما افسرده نیست. اگه کسی عیب تو بهت میگه حتما دشمنت نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. به ما یاد ندادن اگر کسی دکترا داره حتما متفکر نیست. اگه کسی معلوله لزوما ناتوان نیست. اگر کسی ساده میپوشه لزوما امول نیست. اینا رو به ما یاد ندادن. خیلی چیزها رو به ما یاد ندادن. اگر کسی متهمه لزوما محکوم نیست. اگه کسی فقیره لزوما گدا نیست. اگه کسی بچه داره حتما که پدر شایسته یا مادر شایسته باشه نیست. حتما که پدر نیست، حتما که مادر نیست. اینو یاد نداره.